اولین پست کانال یوتیوب میخوام رازهای شگرفی بگم از تمیزکاری و ظروف برنج. دیگه نرو جای دیگه پول زیاد بده، این کار خودت هم میتونی انجام بدی. در خدمت شما دوستان عزیز هستم، بمون با من تا ببین. مرحله اول اسید ریزی و تمیزکاری اون کار هست که همشون ظاهرشون یک نواخت باشه. خب تو کار با اسید ریزی باید خیلی مراقب. این مرحله اول هستش، مرحله ای که در واقع با اسید میشورن کارو که سطح کار یک مقدار پرداخت و تمیزتر باشه. در خدمت علی آقا هستیم.